سلام بچه‌ها، من نهال هستم. با ویدیوی بعد در خدمت شما هستم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. بچه‌ها من امروز میخوام مواطه یاد بهتون بدم. مواطه چجوریه؟ مواطه در تکیکو شدن هست. مواطه به این صورت هست، دستی که رو کمر هست میره بغل گوش. پاتون بستگی به جایی داره که میخواین بچرخین. اگه بخواین به اون طرف بچرخین به این صورت خودتون نمیچرخین ها، پاتون باید برین و کمرتون میچرخه، نه که مثلا این باشین برین این و به این صورت بیان. باید مواطه رو خوب با کمرت بچرخی. بچه حالا میخوایم بهتون یاد بدم چجوریه. اگه ما مواطه رو بخوایم بریم اونور به این صورت بریم. حالا یه جور دیگه هم داره، مثلا به این طرف بخوایم بریم بعد کامل به این طرف بیارید بچرخید. بچه اگه مواطه رو گرفتیم بریم سراغ تکیکو شدن. من تکیکو شدن همون کاتا چیه؟ یه چند تا حرکت پشت سر همه با تکنیکه و اینا. حالا میخوام براتون برم. اول میرم بعدش تیکه تیکه یادتون میدم. تکیکو شدن. تیکه تیکه به شما یاد بدیم. بچه ببین یول این گدانبار اچ چجوری میریم؟ این گدانبار اچ به جلو نمیریم، به بغل میریم. حالا بریم امتحان کنیم با دست چپ. گدانبار نه اچ ببینیم نیم میام یه زوکی میزنی با داچی به سمت جلو. حالا دوباره گدانبارای اچ ها به این طرف میایم. یه دونه هم زوکی میزنی دوباره میریم جلو. دوباره گدانبارای اچ ها به اون طرف حالا میزنیم. دوباره یکی دیگه سه تا زوکی هم میزنیم میریم جلو. کامله، این نصفش بود. بچه تو ویدیوهای بعدی من ببینید که کاملش رو میخوام بهتون یاد بدم. بچه لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.